سلام و درود به شما دوستان عزیز. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. امروز میپردازیم به آموزش کامل معاملات فیوچرز در صرافی بایننس. فیوچرز نوعی از معامله است که شما با سرمایه کم میتونین معاملات بزرگتری انجام بدین و همچنان در بلند رفتن قیمت و کاهش قیمت یک دارایی شما میتونین که سود زیان خود را هم داشته باشین. اگر شما هم علاقه‌مند یادگیری این موضوع هستین حتما چینل ما را سابسکرایب بکنین، لایک و کامنت ویدیو هم فراموشتان نشه. پس بدون معطلی میریم سراغ آموزش امروز. خب دوستای به نهایت عزیز، بعد از اینکه شما اپلیکیشن بایننس را باز کردین، بین بالای تب فیوچرز اینجا کلیک بکنین. نواری بالایی که در قسمت میبینین اینا انواع قراردادهای فیوچرز هست که ما از گزینه اول USDM استفاده میکنیم و بعدا از این قسمت شما جفت ارز را که میخواین بینشون معامله انجام بدین انتخاب بکنین. پس بالای فلش کوچکی که در قسمت وجود داره کلیک بکنین. در بخش سرچ شما هر ارزی را که خواسته باشین از اینجا سرچ بکنین که من میم دوستا BTC یا بیت کوین را انتخاب میکنم. در قسمت پایین درجه فیصدی تغییرات 24 ساعت گذشته را برای ما نشان میده و بعد میم دوستا بالای کراس اینجا کلیک میکنم. اینجا مارجین مود یا روش مارجین هست. مارجین دوستا عبارت از سرمایه خود شما هست که در فیوچرز شما معامله انجام میتین. ما اینجا دو نوع مارجین داریم. اول دوستا کراس هست که کل سرمایه شما درگیر معامله هست. اگر بازار خلاف پیش بینی شما حرکت بکنه و شما در ضرر باشین، تمام داراییتان را که در حساب فیوچرز است از دست میتین. در حالی که گزینه دوم دوستا ایزولیتد یا ایزوله، اونما مقدار مارجینی که شما مشخص کردین اونما درگیر معامله هست و زمانی که شما استاپ لاس خوردین دیگه از ضرر بیشتر جلوگیری میشه. پس در این قسمت دوستا ما آمدیم ایزولیتد انتخاب کردیم. بالای 5x اینجا من کلیک میکنم. بخش اجست لیوریج یا تنظیم اهرم. لیوریج یا اهرم عبارت از پول یا سرمایه است که صرافی برای من قرض میده. ما باید اول مارجین یا سرمایه اولیه داشته باشم. دوستا ما $10 مارجین داریم که عبارت از سرمایه خود ما هست. ما میخوایم که اینجا لیوریج خود را 5 انتخاب بکنم. پس 5 ضرب $10 که ما داریم $50 میشه. پس دوستا اگر ما بیم لیوریج خود را 10 انتخاب بکنم یعنی 10 برابر سرمایه که خود ما دارم برای ما صرافی قرض میده، اما کمیشن خود را دریافت میکنه. اگر بازار خلاف پیش بینی ما حرکت بکنه و من به ضرر باشم، پس زمانی که من سرمایه اصلی خود را از دست دادم و لیکوید شدم، صرافی می پوزیشن ما را بسته میکنه و اینجا هم تمام سرمایه ما از دست میره. به خاطر قبول لیوریجتان که شما 10 یا 15 هر چیزی که انتخاب کردین بین بالای کانفرم اینجا کلیک بکنین. یک چیز دیگر من میخوایم براتون بگم دوست عزیز که اگر هر قدر لیوریج شما بالا باشه امکان لیکوید شدنتان و از دست دادن سرمایه خیلی بلند هستم. گزینه بعدی دوستا اینجا من بالای بخش آردر تایپ کلیک میکنم که انواع مختلفی از سفارشات است. از اینجا من میتونم که سفارش خرید یا هم سفارش فروش خود را تعیین بکنم. خب آمدم دوستا من مارکت انتخاب کردم به این معنی که فعلا اینمی ارز بیت کوین را به قیمت فعلنش من میخوایم بخرم. اینجا دوستا امانت شما میتونن که مقدار USDT یا دلارتان را که میخواین همراهش بیت کوین بخرین بنویسین. به عنوان مثال ما آمدم دوستا $1000 را در قسمت میخوایم که بیت کوین خریداری بکنم. اگر شما میخواستین که پوزیشن لانگ بگیرین یعنی پیش بینی شما به افزایش قیمت است، فکر میکنین که قیمت افزایش پیدا میکنه، پس بالای بای کلیک میکنین. در صورتی که فکر میکنین قیمت بیت کوین کاهش پیدا میکنه شما سل اینجا انتخاب میکنین. معاملات فیوچرز دوستای عزیز برخلاف اسپات هست. شما در اسپات مالکی واقعی دارای خود بودین.
در حالی که در فیوچرز دوستای عزیز شما یک دارایی را نمیخرین، بلکه شما روی قیمتی از این شرط بسته میکنین که قیمت این دارایی بالا میره و یا هم پایین میره. به همین خاطر است که شما هم به بالا رفتن قیمت و هم به کاهش قیمت سود و ضرر دارین. اینجا دوستا ما فعلا به این شکل نمیخوایم که وارد معامله شوم، نه ما تحلیل کردیم نه استاپ لاس گذاشتیم. این واقعا خیلی خطرناک هست. اینجا میم دوستا بالای TPSL که عبارت از تیک پروفیت و استاپ لاس هست که حد سود و حد ضرر ما هست. ما اینجا میم دوستای عزیز فعلا ما بیت کوین را به قیمت مارکت که اینجا $116,900 هست مثال خریداری کردم. پس اگر شما آمدین پوزیشنتان را لانگ انتخاب کردین، باید قیمت بالاتر از انتخاب بکنین. به عنوان مثال $120,000 دوستا ما اینجا انتخاب کردیم. این قسمت استاپ لاس ما هست یا حد ضرر ما. ما آمدیم دوستا چون 116,900 خریدیم، میگیم که اگر بازار خلاف پیش بینی ما حرکت کرد باید از ضرر بیشتری ما جلوگیری شود. به عنوان مثال دوستا ما آمدیم چارت را بررسی کردیم، دیدیم که ما در یک حمایت خیلی قوی قرار داریم. به عنوان مثال 116,000 دوستا من انتخاب میکنم. این البته فرضی هست، هنوز ما تحلیل نکردیم، فقط من خواستم که این بخشا را من کار کرد و وظیفه‌ش براتون بگم. پس شما به این دوستا بالای دکمه بای این قسمت کلیک بکنین در صورتی که پیش بینی شما به افزایش قیمت هست. اما دوستا چیزی که بسیار مهم هست، شما این قیمت گذاری ها را ای که شما حد سود تعیین میکنین، حد ضرر تعیین میکنین، نقطه ورود و نقطه خروجتان را شما دوستا بر اساس تحلیلتان تعیین کنین. خب دوستای عزیز میم بالای علامت کندل قسمت من کلیک میکنم تا وارد چارت قیمت بیت کوین شویم. ما در تایم فریم روزانه بیت کوین هستیم. بعد از اینکه سطح مقاومت بین 109,000 الی $110,000 دوستا شکستانده شد، قیمت بیت کوین رسید به $123,300. اینجا ناحیه اشباع خرید بود دوستا، و از اینکه قیمت به اوج خود رسیده بود و خریدارا فکر کردن که امکان افزایش قیمت از این کرده وجود نداره، اقدام به فروش کردن. اینجا دوستا ما یک کندلی را میبینیم که نشان دهنده فشار فروش می باشه، یعنی اینجا کندل ستاره دنباله‌دار هست، کندل سعودی که با بدنه بلند اینجا بسته شده و این کندل شوتینگ استار و کندل نزولی سرخ که در قسمت شما میبینین. اگر در تایم فریم روزانه با بدنه بلندی بسته شده، اینجا یک الگوی کندلی ستاره شامگاهی تشکیل میشه که نشانه برگشت قیمت، تغییری روند و هم اصلاحی کوتاه مدت می باشه. خب دوستای عزیز، نظر به این ما فکر میکنیم که احتمال اصلاح قیمت یا پول بک تا سطح $111,500 الی $110,000 وجود داره. اگر عمیقاً اصلاح شود امکان ازی وجود داره که تا سطح $107,900 هم اینجا اصلاح بکنه. پس نظر به این دوستا ما در تایم فریم های کوچک تصمیم میگیریم که وارد معامله شویم و یا هم وارد معامله نشویم. فعلا 116,000 سطح حمایتی نسبتا خوبی هست. زمانی که اگر این شکسته شود احتمالی از که قیمت به $111,000 برسه بیشتر هست. اگر ما وارد معاملات شارت شوم، پس استاپ لاس خود را ما بالای سطح مقاومت میگذارم و حد سود خود را هم نظر به این تعیین میکنم، مثال $111,000. شما دوستای عزیز وقتی که مین درجه حد سود خود را و حد ضرر خود را تعیین میکنین بر اساس پیش بینی شما از روند بازار باشه. خب دوستای به نهایت عزیز، این بود آموزش کامل معاملات فیوچرز در صرافی بایننس که تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه.
اگر تا فعلا عضو کانال ما نیستید خوشحال میشیم که چینل ما را سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت ویدیو و سابسکرایب چینل هم یادتان نره. تا ویدیو بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و پرسود باشید.